بعد اینها به تمام سرزمین های جهان حمله میکنن و از اون قلمرو خودشون خارج میشن و میان تمام جهان را میگیرن. این چیزی که حالا در واقع وجود داره. حالا ممکنه که به صورت خزنده باشه، آروم آروم اینها بیان و خدمت شما عرض بکنم که تسلط پیدا بکنم بر همه کشورها و میگن که اینها تمام جهان را خواهند گرفت. بله، به خدا میدونم. آره. بعد میگن که اینا و حتی در روایات ما هست که یکی از جاهایی که مورد تسخیر اینها قرار میگیره حتی کشور عربستان هست. دقت فرمودید اشاره شده که کشور عربستان اینا در چیز خودشون قرار میدن، میگیرن در واقع. آره، قلمرو خودشون قرار میدن و بسیاری از کشورها که حالا به عربستان خیلی اشاره شده میگن فقط وارد اون حرم نمیشن. بعد از اون مسلمانان. سلام علیکم. احوال شما، مخلص شما، حالتون خوبه؟ خوب هستیم؟ دعاگوش هستیم.